افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خردسالان شیرین، شما قسم سوم افسانه طاهر و زهره را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. زهره غمگین و مایوس رسیده آمده با چشم گریان و دل بریان به طاهر نگریسته گفت: چشمی بدی کس هیچ به چشمت نرسد، آتش به وجود عشق پرستت نرسد. مردم جهان همه دعا میگویند هر جا که رفتی هیچ شکستت نرسد. زلف سیاد مسلای دل من، للی لبت گره کشای دل من دل ندهم به کس برای دل تو، تو دل ندهی به کس برای دل من. زهره در جواب گفت: دریا که کلان شود ادایش کی کند؟ دو دل که یکی شود جدایش کی کند؟ دو دل که یکی شود جدایش مشکل، هر کس که جدا کند به غم در ماند. طاهر گفت: به جانان الوداع گفتیم رفتیم، به جانی دل دعا گفتیم رفتیم. همان یاری که با ما بود الفت، نگاه دارد خدا گفتیم و رفتیم. پادشاه این حال را دیده فرمود که طاهر را زودتر به صندوق اندازند و محکم کرده به دریا پرتایند. نوکرانش فرمان او را اجرا کردند. صندوق لب لب کنان روی آب روان شد و دیر نگذشته غیب زد. رفت و بعد چند روز از پهلوی یک نیم جزیره گذشت. این وقت صندوق را 3 دختر دیده ماندند که دخترانی پادشاهی همان مملکت بودند و هر روز آمده آب بازی میکردند. هر کس صندوق را گرفته برآرد مال صندوق از آن اوست. گفت دختر کلانی. این گپ را هر 3 معقول دانستند و دختر کلانی خود را به دریا انداخت. شنا کرده رفته هر چند انداخت موج دریا مانع شد و صندوق را داشته نتوانست. بعد دختر میانه پرید. این هم هر چند کرد نتیجه نداد. دختری خورده که نامش گوهر بود گفت: ابا شما از آب برآیید، من یک حرکت کنم شاید بختیارم شود. اباهایش از آب برآمدند و گوهر خود را به دریا پرتافت و شنا کرده به صندوق نزدیک شده دست انداخت. گوشه صندوق به دستش آمد. گوشک را محکم داشته صندوق را کشیده به لب دریا برآورد. 3 خواهران صندوق را از دریا برآورده نگاه کردند که جای می‌گشادگی ندارد. خواستند بشکنند. همین وقت از درون صندوق شرقت صدا برآمد. سرپوشش گشاده شد. دیدند که یک جوان نازنین خوابیده است، چنان نازنین که مثل و مانندش را هیچگاه ندیده بودند. همان زمان به پادشاه خبر دادند. پادشاه نوکرانش را فرستاد. صندوق را که طاهر در درونش بود به قصر آوردند. طاهر در راه کوفته و بیمار شده بود. پادشاه به طبیبان فرمود که او را طبابت کنند. همین خیل چند روز گذشت. طاهر حال گرفت. فربه و تازه نازنین تر و زیباتر شد. بعد از این دختران مصلحت کردگیشان را به پدرشان گفتند. پادشاه راضی شد که گوهر را به طاهر نکاح کنند. بعد توی طاهر و گوهر را تنها گذاشتند. طاهر به گوهر سرگذشتش را نقل کرده گفت: زهره نور دیدگانم، عقل و هوشم، خرسنده دلم،
آرزوی امیدم. نمیخواهم با وی بی‌وفایی کنم. من تو را از زهرا هم زیادتر دوست داشتم، گفت گوهر. یک رم مباش. محبتی اولینی صمیمی و گرم و جوشانی مرا رد نکن. طاهر آهی به درد کشید و گفت: به زهرای جان من این جهان را چی کنم؟ به او گل سرخ ارغوان را چی کنم؟ به او گل سرخ ارغوان بسیار است، دل میل او دارد، دیگران را چی کنم؟ گوهر زاری ها کرد. تولا کرد که طاهر نامرادش نکند. طاهر باشد از گوهر التماس میکرد که او را به حال خود گذارد، یادی پرصفای زهرای دلارامش را تیره نسازد. همین خیل تا سحر گپ گذرانی کردند و سحری خوابی گوهر برده ماند. طاهر خسته لباس دیگر کرده نامعلوم از قصر پادشاه برآمده رفته راه کوه و بیابان را پیش گرفت. رفت و رفت. بعد چند شب و روز به پایتخت مملکتش رسید. باز دو دل داده از دیدار همدیگر لذت گرفتند. خوشبخت بود زهرا، خوشبخت بود طاهر. ولی این دفعه هم شادکامی های طاهر و زهرا دیر دوام نکرد. سیاه بهادر بیرحم و دلسنگ باز از برگشتن طاهر خبر یافته به پدر زهرا تهدید کرد: قصرت را به زمین یکسان میکنم، سرت به دار میرود. پادشاه دیوانه شد. فرمود که طاهر را به دار آویزند. در پیش چشم پادشاه و سیاه بهادر طاهر را به تک دار آوردند. طاهر سوی دار میرفت و میگفت: دلی دارم که از سلطان نترسد، زیبند و کنده و زندان نترسد. دل عاشق مثال گرگ گشنه که گرگ گشنه از چوپان نترسد. زهرم، آفتاب بختم، مهربانم، الوداع. نور چشم و صبر دل، آرام جانم، الوداع. میروم از این جهان در دل فغان و نامراد. خوش بمان و شاد باش ای زهرا جانم، الوداع. زهرا چند روز لباس سیاه پوشیده عصا گرفت. او را غم یار جوان مرگش مثل شمع آب کرد. وی آب می شد و طاهرش را یاد کرده می گفت: تاج بودی بر سرم، لاله بودی بر رخم. تاج افتاد از سرم، لاله پرید از رخم. داد از دستت فلک، صد داد از دستت فلک. وی میخواست به سر قبر طاهر رود و گریه ها کرده دل خالی کند. اما با فرمان پادشاه او را 40 کنیزک شب و روز پاسبانی میکردند. زهرا یک روز لباس سیاهش را کشیده، سر و لباس ایدانه پوشیده، به سر و گردنش حلقه و شده و انگشترین و دستبانه قیمت بها انداخته به کنیزکانش گفت: میبینم که از عزا گرفته گشتن من نه به طاهر فایده و نه به من. از همین روز سر کرده عزاداری بس. دلم سیر چارباغ میخواهد. یک کنیزک فی الحال به نزد پادشاه رفت و گپهای زهرا را گفته داد. پادشاه شاد شده گفت: مایلش سیر باغ کنید. زهرا در احاطه 40 کنیزک به چارباغ پدرش روان شد. مدتی سیر کرده بعد به کنیزکانش گفت: من امروز میخواهم که شما من بر این خرسند باشید. همین سخنان را گفته تمامی زر و زیوری سر و دست و گردنش را به 4 طرف پاش داد. انا چین دگیرید؟ گفت او. 40 کنیزک یک دیگر را تیله داده به چیده گرفتن زر و زیور اندرمان شدند. زهرا فرصت را غنیمت دانسته عاقبت
از چارباغ برآمده به سر گور طاهر آمد. وی در پیش خاکدوده قبر نشسته زار زار گریه کرد و بعد از بغلش خنجری تیز و آبدار را برآورده دلی صاف و نیکش را پاره کرد. کنیزکان زر و زیور و چیده شده به این سو به اون سو نگاه کرده دیدند که زهرا نیست. دادگویان و فیغان کنان پیش پادشاه رفتند. پادشاه در غضب شده به نوکرانش فرمان داد که تمام شهر را کافته زهرا را یابند. نوکرانش کافته به سر قبر طاهر آمده دیدند که زهرا خاک تیپه گور را آغوش کرده است و در سر قبر طاهر جان باخته است. رفته حادثه را به پادشاه گفتند. پادشاه گریان و نالان به سر دخترش آمد، اما گریه او هرچند دلخراش بود لیکن سودی نداشت. زهرای ناکام را در پهلوی طاهر دفن کردند. مدتی گذشت و دیدند که از گور هر دو یک بوتکی گل رویده است و گلها به همدیگر پیچیدند. مردم این گلها را عاشق پیچان نام نهادند. گلی کرنه شکلی بنفش رنگی با نزاکت که حالا در همه جای می روید نشان است از عشق بی زوالی طاهر و زهرا. انا همین بود اصلکانی بی بی افسانه عشق طاهر و زهرا. برای حکایت شما اصلکانی بی بی خوابی خوش خواهانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو. خوابی خوش. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتان شیرین